من زنده هستم با شما. این نام کتابی که در آن حیات و فعالیت هنرمند مردمی تاجیکستان دوران علماتوف انعکاس شده است. مؤلف کتاب عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان عالمخان اسمتی بخشیده به 70 سالگی یادبود این مرد هنر به نشر رسانده است. کتاب از 7 باب عبارت بوده. در آن همچنین عکس‌های خاطره‌ای از حیات دوران علماتوف جای داده شده است. ما توانستیم تحت راهبری محرر کتاب شاعر خلق تاجیکستان رئیس شعبه سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان استاد احمد جان رحمتزاد من کتاب با چاپ آماده کردیم. هدف ما چی بود؟ یک چیز بود. کتاب با صفتی بلند، پر مضمون و پر غایه دسترسی خوانندگان گردد. هدف اساسی ما بود که همین مکتبی تجربی حیات و ایجادیاتی همین فردی شناخته و شخصیت دیرباخته به صنعت رو برای شاگردان نوشون. مکتبی تجربه شما برای شاگردان نوشون، اونایی که نورو هستند در جهاد صنعت معرفی کنیم و دسترس آنها باشند. دوران علماتوف 40 سالی عمرش را به ساحه فرهنگ و هنر و تئاتر بخشیده است. این هنرمند نامدار استعدادی فطری و خدادادی را صاحب است که توسط آن دل هزاران دلباختگان صنعت را به وجد آورده است. کینورژیسور تاجیک فیلم رحمت الله تورمانوف 44 سال همراه شادروان دوستی داشت. در محفل یادبود از خاطرات خود لحظه‌های را با شادروان دوران علماتوف نقل نمود. بسیارا در حقیقت گپ میزنن که ما نتوانستیم اما طرفه همچون کیناکتور این آدم را همه جبهه‌های اشکال‌های آن را کشوده تیم، لیکن خرسندم که در صحنه از جهت سرود آهنگ از جهت نقش‌ها این کس خودش را کشوده توانستند و برای همین ملت سرزمین باز یک بار دیگر گفتنی هستم که من حتی در افغانستان بودم، در چین بودم، در ازبکستان بودم، در کجا که نبودم همین کس خدمت کردند و با یک افتخار گفته میتونم که همین دوست ما، دوست گرامی ما برای آبروی همین سرزمین، آبروی ملت بسیار خدمت ارزنده کردند و گرامی که میکنه سپاس بر شما. دوران علماتوف هنرمند آوازخوان بوده زیاده از 1000 ترانه و زیاده از 500 نقش را در صحنه بازیده است. گلسره عبدالله و هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان همراه دوران علماتوف همکورس بوده دوره‌های دانشجویی را به یاد آورد. آن کس یک هنرمند برجسته ناتکرار وی آواز خداداد مخملی جگر خراش داشتند، وی هنر استعدادی بلندی صحنوی داشتند و در سینما سخن اینقدر نقش های آفریدن که همیشه ابدی در فکر و عقیده دل دیده مردم تاجیکستان مخلصان خودشان جای شده است. دوران علماتوف 2 مارت سال 1950 در شهر خوجند به دنیا آمده است. او از آوان خوردی به هنر اکتیاری میل و رغبت خاص داشت. موصوف دانشگاه صنعت مسکو را ختم نموده است. دوران علماتوف در دانشگاه تحت راهبری بیبیکوف نازکی‌های صنعتی سخنوری را به خوبی آموخته است. فعالیت دوران علماتوف سال 1971 در تئاتر جوانان شهر دوشنبه آغاز شده است. دلشاد پسری شادروان بوده در زندگی هنری آوازخوانی پدر را دوام داده ایستاده است. او پدر را همچون نمونه عبرت، همچون ایدئال در حیاتش می‌داند. خاطرات بسیار از خوردیم، هر خیل حالت‌ها بود. مثلا من می‌دونم که پدرم بسیار کار میکردند، در پایسته ها میرفتند، خارجه ها با تئاتر و کینو و موزیک و تنتنه ها اشتراک میکردند و به این نگاه نکرده با فرزندان آمده وقتی خود رو جدا کرده با ما بازی میکردند، عبرت میدادند و هر خیل کتاب ها خوانده میدادند. دوران علماتوف استادی کسب خویش می باشد. او در تربیت متخصصان جوان سهم خود را گذاشته است. برای خدمت‌های ارزنده‌اش با یک چند اردر و مکافات‌ها سرفراز گردیده است. چاره‌بینی فرهنگی محفل یادبود را حسن دیگر بخشید. گزارش گل‌حیا کمالزاده، گنجینه عالیمова و سید مختاری سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.